آغاز هیچ نبود جز اقیانوسی سیاه و باستانی. ولی بعد دو خداوندگار جوان، ایزاناگی و ایزانامی، به این خلا نگاه کردند و در آن قابلیتی دیدند. روزی نیزه‌ای در اقیانوس بی پایان فرو بردند و همش زدند. وقتی نیزه را بیرون کشیدند، قطره‌های آب از سر آن چکید و مجموعه‌ای از جزایر را شکل داد. این جزایر با هم بدل به کل دنیایی که می‌شناسیم شدند. خدایان نام آفریده خودشون رو اویاشیماکونی گذاشتن، یعنی سرزمین 8 جزیره بزرگ. امروز ساکنانش اونو نیهون میخونن، یعنی سرزمین آفتاب تابان، ولی ما اونو به اسم دیگه ای میشناسیم. ژاپن از بچگی مسحورم میکرد. همیشه شبیه یک کیهان موازی بود. جامعه خیلی شبیه به جامعه ما ولی در عین حال خیلی متفاوت. در این مجموعه بالاخره بخت این را داشتم که در تخیلات ژاپنی‌ها کند و کاف کنم و دنبال بزرگترین آثار هنریش بگردم، هم قدیمی هم جدید. در عین حال سفری هم به زندگی ژاپنی است. در طبیعت و شهرهایش خواهم گشت. به درون خانه‌هایش خواهم رفت. با پیشورانش آشنا خواهم شد. شاهد آیین‌هایش خواهم بود و حتی غذاهایش را خواهم چشید. این جعبه کوچیک بنتو شبیه یه اثر هنریه و اینقدر زیباست که آدم دلش نمیاد بخوردش. ژاپن جامعه‌ایه که زیبایی شناسی به خیلی از چیزاش شکل میده. نه فقط نقاشی و پیکر تراشی، نه فقط خونه‌ها و باغ‌ها، بلکه نوع نگاه کردن به شکوفه گیلاس، نوع نوشیدن چای، حتی نوع چیدن ناهار. من که مورخ هنری هستم، اینجا برام خیلی الهام بخشه. در ژاپن تقریباً همه چیز مستعده که تبدیل به هنر بشه. در این قسمت می‌خواهم رویکرد ژاپنی‌ها به طبیعت را بررسی کنم. از تابلوهای عظیم منظره و باغ‌های زن تا شکوفه‌های ریزان و کوه‌های سر به آسمان کشیده. دنیای طبیعت در زیبایی شناسی سنتی ژاپن نقش محوری دارد. ولی در هنر امروزی ژاپن این رابطه بسیار نامطمئن است. با این همه هنرمندان ژاپنی هنوز با طبیعت سر و کار دارند، به آن احترام می‌گذارند و از منظره هایی که پیرامونشان است الهام می‌گیرند. ژاپن یکی از پرتراکم‌ترین جمعیت‌های روی زمین را دارد. این کشور به خاطر شهرهای بزرگ و تکنولوژی پیشرفته‌اش در جهان مشهور است. بیشتر اهالی ژاپن دور از طبیعت و در میان منظره‌های بی پایان شهری زندگی می‌کنند. با این همه جای شگفتی است که 73% از خاک ژاپن غیر مسکونی است. کوه‌هایش چنان پرشیب و جنگل‌هایش چنان انبوه است که انسان به سختی می‌تواند به آن نفوذ کند. و این کشور با وجود زیباییش روی لبه تیغ زندگی می کند. 10% از تمام آتشفشان‌های فعال جهان در ژاپن است و هر سال 1500 زمین لرزه در آن رخ می دهد. در ژاپن بی‌اعتنایی به طبیعت خطر مرگ در بر دارد. این رشته کوه مقدس کی در مرکز و جنوب ژاپن است. ژاپنی‌ها هزاران سال است که طبیعت را محترم شمردند.
این باورها در دین بومی کشور که امروزه به نام شینتو شناخته می شود جاری است. ولی از برخی جهات شینتو اصلاً دین نیست. شینتو نه بنیانگذار داره نه متن مقدس و قرنها نامی هم نداشت. ولی این آیین باور داره که ارواحی به اسم کامی ساکن دنیا هستن و این کامی ها دور تا دور ما رو گرفتن. این ارواح در آفتاب و باد ساکنند، در درختان و جانوران و حتی در سنگ‌ها و صخره‌ها. از دید شینتو جهان دائما از دنیای فراسو جان می‌گیرد و اینجا در اعماق جنگل معبدی هست با زیبایی شناختی ساده، کاغذهای زیگزاگی آویزان به بندی که از ساقه برنج بافته شده، چیزی که در سراسر ژاپن دیده می شود. اما شینتو اثر هنری چندانی جز این اجزا خلق نمی کند. کانون توجهش خود طبیعت است. گرچه برخی پدیده‌های طبیعی بیش از برخی دیگر طرف توجهند. این آبشار ناچی است. یکی از مرتفع‌ترین آبشارهای ژاپن و البته کامی خودش را دارد. هر صبح یک کاهن شینتو پیشکشی نثار روح آبشار می کند. ساکی و برنج را کنار درفش طلایی روی میز می گذارد. آیین‌ها در قلب شینتوئیسم جا دارند. کامی می تواند مثل انسان خوب یا بد باشد و برای برقراری رابطه خوب میان دنیای انسان‌ها و جهان کامی‌ها آیین‌هایی برگزار می شود. در بیشتر جاهای دنیا دین با خدایان و قدیسان و پیامبران سر و کار داره، ولی اینجا در ناچی و در جاهای بیشمار دیگه در ژاپن خود طبیعته که ستایش میشه. وقتی به این آبشاری که 133 متر بلندیشه نگاه میکنم دلیلشو میفهمم. ولی با آنکه شینتو سنت نیرومندی در تصویر پردازی دینی ندارد، به باور من تأثیرش کاملا در تاریخ هنر ژاپن محسوس است، حتی در بعیدترین جاها. به اینها میگویند نتسوکه. در پوشاک سنتی ژاپن از آنها به عنوان مهره ته بند کیف استفاده می‌کردند. شکل‌های خیلی متنوعی دارند و هرچند تنها تزئینات پوشاکند، امروز به عنوان پیکرک‌های مینیاتوری خیره کننده ستایش می‌شوند و این یکی خیلی خاص است. این شاهکار کوچیک عجیب چند صد سال پیش ساخته شده. احتمالاً به دست هنرمندی به اسم هارومیتسو که در ایسه زندگی می‌کرده که یکی از مراکز بزرگ شینتو در ژاپنه. شکل یک جیرجیرکه و تقریباً به ابعاد طبیعیه که به زیبایی از چوب شمشاد تراشیده شده. تک تک جزئیاتش از نظر اندام شناختی درستن. چشم‌های مرکب در بالا، بافت زیبای بالها و رگ‌هاشون و این سر سینه و شکمشه که عضلاتی رو در خودش جا دادن که صدای مشهورش رو تولید میکنه. اگه برش گردونم که البته خیلی با ترس و لرز این کارو میکنم چون خیلی دست و پا چلفتیم، میبینیم که جزئیات بیشتری زیر بدن حشره هست و حتی معلوم میشه که این جیرجیرک از یه شاخه کوچیک آویزونه. این بی‌نهایت زیباست.
جیرجیرک در فرهنگ ژاپنی خیلی مهمه. این حشره نماد تابستان تلقی میشه، یعنی فصل بیرون اومدن جیرجیرک‌ها، و احتمالاً این شعر رو در تابستون به خودشون آویزون میکردن. ولی جیرجیرک جانور خیلی غم انگیزی هم به حساب میاد. یه هایکوی معروفی هست که میگه در صدای جیرجیرک هیچ نیست که بگوید مرگش نزدیک است. ادبیات ژاپن پر از اشاره به همه جور حشره‌ایه، از شفیره و سوس گرفته تا حشره شبتاب و سنجاقک. و راستش حتی امروز هم خیلی از ژاپنی‌ها حیوان خونگیشون حشره است و حتی باغ وحشایی دارن که میشه توش سوسک‌ها رو دید. ممکنه به نظر عجیب برسه، اما در واقع خیلی روشنگره، چون در ژاپن هیچ چیز طبیعت نیست که به دلیل کوچیک بودنش بی اهمیت باشه. همه چیز سزاوار احترام ماست، همه چیز سزاوار توجه ماست، حتی حشره خیلی مزاحمی مثل این. و یقین دارم که این تا بخشی به دلیل تأثیر شینتوه. اما شینتو تنها دین ژاپن نیست که رابطه خاصی با طبیعت دارد. در بودیسم ژاپنی رابطه بین انسان‌ها و طبیعت اهمیت خاصی داره. در ژاپن ما اعتقاد داریم که ممکنه به هر چیزی تناسخ پیدا کنیم. یعنی ممکنه این نسیم پدر بزرگ یا مادر بزرگ ما باشه، یا این سنگ یکی از اجداد ما باشه. همیشه به ما یاد دادن که قدر هر چیزی رو که اطرافمون هست بدونیم. در ژاپن مکاتب و فرقه‌های خیلی زیادی از بودیسم هست، اما یکی از اونا مرا به طور خاصی مسحور می‌کند، چون به خلق برخی از پیچیده ترین شکل‌های هنر منظر نگاری در دنیا کمک کرده. ژاپنی‌ها آن را به اسم زن می‌شناسند. زن مبتنی بر متون یا احکام جزمی نیست، بلکه در عوض می‌کوشد دریافت شهودی از جهان را از طریق مدیتیشن و تمرین‌های عملی مکرر تقویت کند. هرچند مدیتیشن خیلی مهمه، اما در زن تأکید زیادی هم بر کارهای عملی هست، از جمله تمیز کردن باغچه و پخت و پز. اگه به آدم چیزایی یاد بدن، فقط دانش به دست میاره، ولی با به کار بستن دانسته ها میشه اون درس ها رو به واقعیت در آورد. یعنی از طریق تربیت سخت ریاضتی میشه بینشی از درون خود به دست آورد. این خاصیت اصلی زن بودیسمه. راهب‌های زن چند روش رو برای انضباط بخشیدن به ذهن و بدنشون و کمک به مدیتیشن به کار می‌بردن که یکیشون نقاشی بود. راهب‌های ژاپنی شروع به خلق تابلوهایی با قلمو و مرکب سیاه روی کاغذ و ابریشم کردن. البته این روش رو قرن‌ها قبل چینی‌ها ابداع کرده بودن. ژاپنی‌ها سرعت فراگیری زیادی داشتن. و شاید یکی از بزرگترین این نقاش‌های مرکبی ژاپن مردی بود به نام سشو تویو. سشو در سال 1420 در غرب ژاپن به دنیا آمد. در 11 سالگی در یک معبد زن نام نویسی کرد تا راهب شود. اما حکایتی میگوید که سشو علاقه چندانی به انضباط زن نشان نمیداد. یه روز سشو چنان رفتار بدی داشت که استادانش طناب آوردن و بستنش به یه تیر تا تنبیه شه. بعد از چند ساعت تنبیه، سشو به قدری ناراحت شد که زد زیر گریه و اشکاش کم کم جلوی پاشه برکه شد. ولی بعد
اتفاق عجیبی افتاد. سشو با شست پاش به جای قلمو طرح موش رو توی اشک‌های خودش کشید و بعد موش زنده شد، طناب رو جوید و سشو رو آزاد کرد. اواخر دهه 1460 سشو به چین سفر کرد و در آنجا هنر نقاشی با مرکب را از استادان بومی این هنر آموخت. بعدها به یکی از بزرگترین نقاشان ژاپن بدل شد. من به موزه ملی توکیو آمدم تا شاهکارش را ببینم. تابلویی که سالها در انتظار دیدنش بودم. ما اولین اکیپ فیلمبرداری هستیم که اجازه دسترسی به این تابلو را در زمانی که به نمایش گذاشته نشده گرفتیم. این منظره مرکب پاشیده شده است. سشو این تابلو رو در سال 1495 در 70 و چند سالگیش کشیده و هرچند شاید کشیدنش بیشتر از چند دقیقه طول نکشیده، حاصل یه عمر تجربه و مهارته. راستشو بخواین در نگاه اول چنگی به دل نمیزنه. بیشتر شبیه پاشیدن رنگ روی کاغذه. ولی کم کم تصویر یه منظره شروع به ظاهر شدن میکنه. در پیش زمینه صخره‌ای نخراشیده و برآمده که از درخت و بوته پوشیده شده و در پس زمینه این کوههای سر به آسمان کشیده که نیمی از اونا رو مه پوشونده، شاید هم رگبار بارون. ولی مدت بیشتری که به این تصویر نگاه کنین شروع میکنین به دیدن چیزهای بیشتر، مثل این پایین یه خونه چوبی کوچیک که بام سه گوشه‌ش رو میبینین، نرده‌هایی که دور حیاطش کشیده شده و چه باورتون بشه چه نه این یه میخونه است و از اونجا میدونیم که جلوش نشانه میخونه آویزونه. ولی حتی از این هم بیشتر هست. مثلا زیر این میخونه 2 ضربه قلموی افقی میبینیم که نمایانگر امواج روی آب دریاچه است و سمت راست 2 نفر که روی قایق دارن پارو میزنن. میدونین چرا این تابلو به نظر من مسحور کننده است و چه چیزیش هیجان انگیزه؟ این که پیش چشم بیننده نمایان میشه. انگار با نگاه کردن بهش جون میبخشین. چیزی که درش خیلی تحسین میکنم اینه که این همه رو با همچین وسایل محدودی خلق کرده. به تنوع رنگ‌های سیاه نگاه کنین. سیاهی‌های تیره مرکبی در پیش زمینه، اما سیاهی‌های خیلی رنگ پریده در پس زمینه. و به تنوع ضربه‌های قلمو نگاه کنین. ضربه‌های پهن، ضربه‌های باریک، خیس‌ها، خشک‌ها، سایه‌ها، خراش‌ها، همه این انواع مختلف سیاه قلم با هم ترکیب شدن تا این منظره رو به وجود بیارن. میدونین چیزی که نمیتونم از ذهنم بیرون کنم اینه که این تابلو در سال 1495 کشیده شده. 1495. اون زمان در اروپا رنسانس در جریان بود، ولی هیچ تصویری به این جسارت وجود نداشت. 300 یا 400 سال طول کشید تا آبرنگای ترنر و سزان پیش از هر هنرمند غربی بتونن چیزی اینقدر انتزاعی خلق کنن. سشو به آفرینش زیبایی شناسی خلسه آوری کمک کرده بود. نوعی زیبایی شناسی که ابهام را بر روشنی، غیبت را بر حضور ترجیح میداد و به رازهای غبار آلود طبیعت می پرداخت. این کیفیت در کار پیروان بیشمار سشو مشهود است. این تابلوی درختان کاج در مه اثر هاسگاوا توهاکوست که حدود 100 سال پس از منظره سشو روی یک پاراوان تاشو کشیده شده. درختها به درون و بیرون مه می لغزند. تقریباً می شود هوای سرد و مرطوب را چشید. فضای خالی به همان اندازه مهم است که منظره مها در آن. و این خلا قطعاً استعاره‌ای بصری است، نمایانگر سکوت‌های مدیتیشن زن. زن بودیسم فقط الهام بخش ژاپنی‌ها در تصویرگری دنیای طبیعت نبود. آنها را به بازآفرینی طبیعت هم ترغیب کرد.
سشو و همکارانش پیشاهنگ نقاشی منظره بودند، اما راهب‌های دیگر به باغبانی روی کردند. به سرحد شمالی کیوتو آمدم تا یکی از عالی‌ترین باغ‌های ژاپنی را ببینم. شاید درباره هیچ باغی در دنیا به اندازه ریوانجی مطلب نوشته نشده باشه، ولی در عین حال یکی از باغ‌هایی که کمتر از همه فهمیده شده. نمیدونیم طراحش کی بوده، نمیدونیم سازندش کی بوده، نمیدونیم کی ساخته شده و قطعاً نمیدونیم معنیش چیه. صبح زود آمدم که گیر جمعیت نیفتم. ولی اجازه ندارم از ایوان یک قدم آن طرفتر بروم. این باغ برای قدم زدن نیست. زمین از سنگریزه های سفید شیراکاوا پوشیده شده که هر روز صبح به دقت صافشان می کنند. و از داخل این سنگریزه ها 15 سنگ نخراشیده در احاطه خزه سر برآوردند و تقریباً به صورت تصادفی چیده شدند. ولی هیچ چیزشان تصادفی نیست، زیرا 15 در ضمن عدد مهمی است. نماد کمال است، چرا که کل جهان بودایی از 7 قاره و 8 اقیانوس تشکیل شده. ولی از جایی که من نشستم هر 15 سنگ دیده نمی شوند. فقط 14 تایشان دیده می شوند. در واقع مهم نیست کجا بروید. هیچ وقت نمی توانید هر 15 سنگ را یک جا ببینید. و غرض از این چینش یادآوری ناکامل بودن آدمی است. یک ذهن هرگز نمی تواند همه چیز را درک کند. با گذشت زمان اتفاق عجیبی می افتد. شکاف‌های میان سنگ‌ها انگار جان می‌گیرند. خلأ پر می‌شود و ناگهان این باغچه کوچک بدل به تصویری تمام نما از جهان می‌شود. یک لحظه سنگ‌ها جزیره‌های خزه پوشند در اقیانوسی مواج و کفالود. لحظه بعد قله‌های کوهستانی‌اند که از فراز ابرها دیده می‌شوند. چیزی نیستند، به همین سادگی، جز یک دسته سنگ وسط مقداری سنگ ریزه. آدم‌ها سالها سعی کردن از معنای این باغ رمزگشایی کنن. ولی به نظر من معناش اگر معنایی داشته باشه از درون خود ما میاد. چون مثل نقاشی‌های سشو و مثل بخش دیگه از فانی، این باغ تقریباً بومی خالیه. جایی که به ذهن اجازه میده در هر جهتی که دوست داره پرسه بزنه. پاسخناپذیر، رمزآلود. چطور توصیفش کنم؟ این یکی از جنبه‌های فلسفه ماست. به عبارت دیگه، هدف پاسخ نیست. خصلت فلسفه ما جستجوی درکه، جستجویی که هرگز به آخر نمیرسه. به نظرم برای همینه که برای ناشناختنی ها ارزش قائلیم. ترجیح دادن عدم یقین و القاگری در ذهن شاید هنوز برای ما غربی‌های تجربه‌گرا و اثبات‌گرای عاشق واقعیت بیگانه باشه، اما بخش مهمی از فرهنگ ژاپنی شد و فرهنگ ژاپنی رو نمیشه فهمید تا اینکه شروع کنیم به پذیرفتن زیبایی راز. به اومییا در حومه توکیو و 480 کیلومتری شمال کیوتو آمدم. جای مهمی است و ظاهراً فرسنگ‌ها دور از طبیعتی که الهام بخش راهبان شینتو و زن شد. ولی اینجا مرکز نوع دیگری از هنر این کشور است که طبیعت و فرهنگ را در هم می‌آمیزد. اینها البته بونسای هستند. مثل بسیاری دیگری از انواع هنر ژاپنی، بونسای در چین پا گرفت
و شاید در قرن ششم میلادی به ژاپن آمد و هنوز اینجا رواج دارد. کائوری یامادا غیر عادی است. بیشتر هنرمندان بونسای مرد هستند. اما کائوری از نسل پنجم خانواده است که بونسای نگه می‌دارند و خیلی از این درخت‌ها بی نهایت پیرند. چه درخت زیباییه. بله. به نظرت این چند سالشه؟ فکر می‌کنیم بیشتر از 300 سال. بیش از 300 سال. ما در غرب شاید خیال کنیم که بونسای چیزی جز یک گیاه گلدانی نیست، اما در ژاپن فعالیت خلاقه مهمی است. درست مثل سشو و خالقان باغ‌های زن، هنرمند بونسای هم آفریننده دنیا هاست. بونسای یک شکل هنره، چون هنرمند همیشه اول به این فکر میکنه که چه تصاویری میخواد برای هر بونسای خلق کنه. برای مثال یک هنرمند ممکنه بخواد فکر درختی رو که در محیطی نامساعد رشد میکنه ایجاد کنه، یا یک درخت گیلاس غرق در شکوفه که موقع پیکنیک بهاره از تماشای اون لذت میبرن. یعنی همونطور که تابلو نقاشی مضمون و عنوانی داره، بونسای هم مضمون و عنوان هنرمند رو داره، درست مثل هر شکل دیگه ای از هنر. به فاصله اندکی از باغچه کائوری یامادا، موزه بونسای اومییا قرار گرفته. شبیه یک نگارخانه اختصاصی است، اما به جای تابلو و مجسمه درخت دارد. من به دیدن یک درخت به خصوص آمدم. عمر این بونسای با شکوه رو 500 سال برآورد میکنن. این یه درخت گویوماتسوه، یه جور کاج 5 برگه سوزنی ژاپنی که فقط در ژاپن و کره سبز میشه. و یکی از محبوب ترین گونه‌های مورد استفاده در خلق کردن بونسایه و این آفریده اونقدر چشمگیره که حتی بهش اسم هم دادن. اسمش هست اوزوشیو که به ژاپنی معنای گرداب میده و دلیلش رو هم میبینین. کل درخت با یه انرژی عضلانی عجیب پیچ میخوره. این درخت در واقع طراحی شده بود تا شبیه موج یا سونامی باشه که به ساحل برخورد میکنه. چوب همراه جریانا و تندابا چرخ میخوره و برگای سوزنی شبیه انگشتای موجن وقتی که به ساحل میخوره. یعنی با وجود کوچیک و در گلدان بودن، مفهومش رام نشدنی بودن طبیعته. در ضمن متوجه هستیم که مقدار زیادی چوب مرده روش هست که کل جلوش تبدیل به یه تکه چوب استخوانی شده که مثل آشیانه در سراسر درخت پیچ میخوره و شاخه های مرده و شکسته هم هست. این تصادفی نیست، شکل داده شده، خلق شده. مقصود اینه که درخت به نظر پیر و باد و بارون خورده بیاد، برای دادن همچین ظاهری به درخت که انگار زندگی دراز و سختی رو پشت سر گذاشته. بی‌حفاظ نوک صخره‌ای بوده که باد و بارون و صاعقه تکه‌های ازش رو شکستن. و به خاطرم اومد که این اثر تقریباً همسن مجسمه داوود میکلانژه. هر دوشون 500 سال دارن و این هم یک مجسمه است. و در واقع دیدنش در اینجا، یعنی در محیط موزه، یعنی که تا جایگاه هنر ارتقا پیدا کرده. ولی این یه مجسمه زنده است. یک باره خلق نشده، در نسل‌های پیاپی آفریده و باز آفریده شده و پرورش داده شده و تغذیه شده و زنده نگه داشته شده. میدونین در عمق این قضیه یه تناقض هست. از یه طرف خیلی ساختگیه، خیلی حالت آفریده شده و ساخته شده داره، ولی در عین حال سعی میکنه به نظر اینطور بیاد که مخلوق بخت و طبیعته. منظور از بونسای در نهایت پایداری در طبیعت و فرهنگ است. ولی ژاپنی‌ها در چیزی بسیار ناپایدارتر هم زیبایی می‌یابند. این گل پرونوس سرولاتا است، یا به اصطلاح معمولتر شکوفه گیلاس.
ژاپنی‌ها بیش از 1000 سال چرخه حیات این گل درختی و گلبرگ‌های ظریفش را گرامی داشتند. هر سال ماه مارس و آوریل برای پیکنیک و مهمانی زیر این درخت‌ها جمع می‌شوند. این جشن که هانامی نام دارد به صنعت ملی گسترده‌ای بدل شده و حالا میلیون‌ها گردشگر به ژاپن سفر می‌کنند تا به آنها بپیوندند. هیچ کشور دیگری چیزی کاملا شبیه به این ندارد. ولی شادی غمی را پنهان می‌کند. ژاپنی‌ها شیفته شکوفه بودند. براشون به شکل تحمل ناپذیری معنادار بود که این موجود زنده کوچیک و زیبا که میروید، رشد میکرد و چشمها رو خیره میکرد کمی بعد از 1 هفته به زمین میافتاد و میمرد. برای ژاپنی‌ها این البته جبر طبیعت بود، ولی در عین حال درسی هم بود درباره وضعیت بشر، یادآور اینکه عمر ما هم به شکل دردناکی کوتاهه. در ژاپن شکوفه را نه به رغم گذرا بودنش، بلکه به دلیل این گذرا بودن گرامی می‌دارند. شکوفه دقیقاً به این دلیل زیباست که عمر کوتاهی دارد. ولی دغدغه شکوفه گیلاس تنها بخشی از مجموعه علایقی گسترده تر بود. فرهنگ ژاپنی همه فصلها را گرامی می‌دارد و نه فقط بهار را. در هنر ژاپنی هم در کنار نقاشی شکوفه‌های گیلاس، تصاویر درخت‌های سرسبز تابستان هم دیده می‌شود. برگ‌های سرخ رنگ افرا در پاییز و برف سنگین زمستان. خیلی به فکر این بودم که چرا ژاپنی‌ها انقدر دل مشغول فصل‌هان. به نظرم 2 دلیل داره. اول اینکه فصل‌ها اینجا خیلی متمایزن. زمستونا خیلی سرد و خشکن، تابستونا گرم و شرجی و در بهار و پاییز برگ‌ها با رنگ‌های شگفت‌انگیز انفجاری از رنگ به وجود میارن. ولی به نظرم یه دلیل دیگه هم در کاره. زبان مکتوب خیلی دیر وارد ژاپن شد. برای همین چرخه فصل‌ها ابزار خیلی مهمی برای اندازه‌گیری زمان شد. نه فقط زمان طبیعت، بلکه زمان انسان‌ها. و در میان همه این تصاویر شگفتی‌های فصلی ژاپن، یکی بیشک مشهورترین است. تابلویی که در موزه نزو در توکیو نگهداری می شود. این تابلو زنبق‌ها اثر اوگاتا کورین است. یک جفت پاروان 6 تکه مربوط به سال 1710. زنبق‌ها در سراسر ژاپن در ماه مه شکوفا میشن وقتی که بهار با انفجار به تابستان منتهی میشه. و در این تابلو مقاومت ناپذیر کورین هیجان اولین روزهای داغ سال رو ثبت میکنه. رنگ‌ها خیلی زنده و پرمایه‌اند. سبزها انگار چند دقیقه پیش نقاشی شدن و هنوز وقت خشک شدن نداشتن. گلبرگ‌ها با گران قیمت‌ترین رنگدانه‌های آبی موجود در بازار رنگ‌آمیزی شدن و پس زمینه که از ورق طلا ساخته شده مثل بازتابش نور آفتاب از روی آب خیره کننده است. منبع الهام این تابلو در واقع شعری از قرن 10 بود که قصه یک دسته مسافر رو میگفت که برای ناهار کنار رودخونه‌ای توقف میکنن در جایی که پر از زنبقه. مسافرها به یاد جای مشابهی در زادگاهشون میافتن و دلتنگ میشن. یعنی نوستالژی هم موضوع این تابلو هست. حسرت چیزهایی که از دست رفتن. میشه تصور کرد که 300 سال پیش مالکان اصلی این تابلو شب‌های سرد زمستون بهشون نگاه می‌کردن و حس می‌کردن دلشون گرم شده. یه چیز این تابلو که خیلی تحسین می‌کنم سادگیشه. کورین سوژه رو به اجزای بنیادیش تجزیه کرده و بعد اونها رو با ضرباهنگ تکرار کرده انگار که موسیقی باشه. این کارش یه رمزی داره. اگه خیلی از نزدیک به این نقاشی نگاه کنید کم کم میبینید که با شابلون کشیده شده. این زنبقی که اینجاست عین زنبقیه که اون طرفه. این طرحی که اینجاست دقیقاً عین طرحیه که اونجاست. عجب تصویری.
میدونم که مشهوره ولی سزاوارشه. شرط میبندم کسی پیدا نمیشه که جلوی این تصویر بایسته و یک کمی خوشحالتر از قبل نشه. اما ژاپنی‌ها تنها چیزهای کوچک و گذرا را گرامی نمی‌دارند. در واقع مشهورترین نماد طبیعت آنها اصلاً کوچک و گذرا نیست. کوه فوجی با 3776 متر ارتفاع بلندترین کوه ژاپن است. فوجی یک آتشفشان خاموش است که هر لحظه ممکن است فوران کند. فوجی از دوران قبل تاریخ در اینجا محترم بوده و شینتو و بودیسم به یک اندازه برایش احترام قائل بودند. ژاپنی‌ها قرن‌هاست که در ستایش کوه فوجی ترانه می‌سرایند و این کوه الهام بخش اشعار زیادی بوده. یک روز زمستان دهه 1680 باشو پدر شعر هایکو به کوه فوجی سفر کرد، اما هوا به قدری خراب بود که کوه دیده نمیشد. خیلی حالشون گرفته میشد ولی باشو نه. این چیزیه که نوشته: در باران مه‌آلود کوه فوجی تمام روز نقاب پوش است. چقدر مسحور کننده. برای باشو مثل پیشینیان او در زن، مه و رمز و راز هیجان انگیز بودند. در هر حال وقتی می شود سوال پرسید چرا باید جواب داد؟ با این همه شهرت جهانی کوه فوجی قطعاً حاصل چیزی است که ابهام کمتری دارد. کوه فوجی تقریباً به شکلی باور نکردنی بی‌نقصه، حتی در یه روز دلگیر و ابری مثل امروز. مثلثی شکله، نوکش از برف پوشیده شده و تقریباً متقارنه. کوهیه که انگار یک بچه تصور کرده باشه و شکل کوه فوجی در شهرتش نقشی اساسی داره. نیمرخ این کوه مثل اهرامه و مثل برج ایفل به تنهایی نماد کل فرهنگه. این شکل بی‌نقص قطعاً نقاش‌ها را مجذوب کرده. دست کم از قرن 11 نقاش‌ها تصویر کوه فوجی را کشیدند. این سیاه قلم که زمانی تصور میشد کار سشو باشد، کوه را در احاطه آن مه اجباری نشان می‌دهد که مشرف است به منظره شگفت‌انگیز. ولی یک نقاش بود که این کوه را بیش از همه فنا ناپذیر کرد. در جهان او مشهورترین چهره کل هنر ژاپنی است و تقریباً به اندازه خود فوجی شهرت دارد. هوکوسای در سال 1760 به فاصله نچندان دوری از کوه فوجی به دنیا آمد، تنها چند سال پس از فوران کوه، و تمام عمرش دل مشغول این آتشفشان ماند. او در شهر ادو، توکیوی کنونی زندگی می کرد که در آن زمان هم یکی از بزرگترین شهرهای دنیا بود. موفقیت هوکوسای کند به دست آمد. بیشترین شهرت او به خاطر باسمه‌های چوبی است، ولی در تمام عمرش علاقه داشت آزمایش کند. تابلوهای قلمویی از آدم‌ها و گیاهان درست کرد، تصاویر شهوانی هم می ساخت. تنوع کارهای او حیرت‌آور است، اما برای کسانی که او را می شناختند اصلاً جای تعجب نداشت. به نظرم میشه گفت که هوکوسای روح ناآرامی داشت. اسم خودشو بیشتر از 20 بار عوض کرد. 93 بار خونه عوض کرد. ولی دل مشغولیش به هنر تزلزل ناپذیر بود. هوکوسای با شوری جنون‌آمیز و بیمارگونه دغدغه هنرش رو داشت و بیوقفه مصمم بود که کارش بهتر بشه. در واقع هوکوسای بهترین آثارش را اواخر عمرش خلق کرد و بهترین آنها احتمالاً یک رشته باسمه با موضوع کوه فوجی است. بین سالهای 1830 و 1833 هوکوسای این شاهکار را در اوایل دهه 7 زندگیش خلق کرد. 36 نما از کوه فوجی که در ابتدا 3 دوجین باسمه چوبی بودند که با ردیفی از رنگ‌های درخشان چاپ زده شده بودند. این نماها کوه مقدس را از هر زاویه قابل تصوری نشان می‌دهند.
از شهرها، دریا و آسمان، از نمای نزدیک و از مسافت دور، در تمامی فصلها و شرایط و همیشه در احاطه حیات بیپایان و انبوه. این تابلو شماره 33 در یک مجموعه از گذرگاه میشیما در استان کای در شمال غربی آتشفشان و به نظر من تصویر خیلی گرمابخشیه که برمیگرده به سنت باستانی شینتو در پرستش درختان. این گروه مسافران این پایین موقع سفر به این درخت سرو عظیم برخوردن. درختی چنان بزرگ که حتی در تابلوی هوکوسای جا نشده و با شادی دستاشون رو دور درخت به هم دادن تا محیط تنه درخت رو اندازه بگیرن. ولی مسافران و درخت در مقایسه با کوه عظیمی که پشتشونه خیلی کوچیکن. کوهی که ابرها نوازشش میکنن. هممون این تصویر رو دیدیم. در واقع یکی از مشهورترین تصاویر کل دنیای هنره. ولی دقیقاً به همین دلیل هیچ وقت به دقت نگاهش نکردن. مردم چنان مسحور این موج خارق العاده میشن که اغلب به بقیه تابلو توجهی نمیکنن. مثلا توجه نمیکنن که در واقع بیشتر از 20 انسان اینجا تصویر شدن. 22 ماهیگیر با سرهای تراشیده که بعد از سفری دراز در دریا راهی خونه‌شون هستن و حالا به دردسر افتادن و قایق‌هاشون رو که به دست موج بالا و پایین میره صفر چسبیدن. یعنی به مقصد میرسن؟ به نظر من آره، احتمالاً چون در دوردست کوه مقدس که به شکل یک موج دیگه تصویر شده ناظر ماجراست. فکر نکنم بتونیم بفهمیم که این تصویر در ابتدا چقدر قدرتمند بوده، چون در غرب ما تصاویر رو مثل متن از چپ به راست میخونیم، در حالی که ژاپنی‌ها تصاویر رو برعکس ما نگاه میکنن. یعنی ما با موج هم سفریم و خوش هم میگذره، ولی ژاپنی‌ها برخلاف موج حرکت میکنن و خیلی ترسناکه. طراحی حیرت آوری داره. تک تک عناصر طوری پرداخته شدن تا حس دراماتیک بده. با رنگدانه مصنوعی به رنگ آبی روشن کشیده شده که قوت خودش رو در طول سالها از دست نداده. و کف، عاشق این کفم که به شکل صدها انگشت جدا کشیده شده که انگار میخوان قربانیانشون رو به چنگ بیارن. و این یکی خیلی ساده است. ولی من میتونم ساعتها و ساعتها بهش نگاه کنم. باد ملایم، آسمان صاف. اسم دیگرش هست فوجی سرخ. سرخ به این دلیل که وقتی در ماه‌های پاییز آفتاب به کوه میتابه سرخ میشه. با تمام شهرت جهانی که موج بزرگ داره، در خود ژاپن این تصویره که در این سری به دلیل از همه محبوب تره. و دلیلش رو میبینید. سادگیشه، تصویر دیگه‌ای دیده نمیشه. آدمی نیست، پیش زمینه نداره، فقط کوه و آسمان که با یک خط فوق‌العاده زیبا جدا شدن. ولی سادگی تصویر فریبنده است، چون واقعیت اینه که این اثر خیلی مخاطره آمیزه. چون کاری که هوکوسای کرده اینه که سوژه نقاشی یعنی خود کوه رو گرفته و از مرکز تصویر دور کرده. تقریباً داره از کادر بیرون میفته و برای موازنه برقرار کردن با این تصمیم کل سمت چپ سفر رو با همه این جزئیات پر کرده. جنگل سرسبز، ابرایی که مثل یه دسته ماهیان و حتی اسم و امضای خودش. بدون اینا کل کمپوزیسیون از هم میپاشه. ولی حالا نتیجه کار بی‌نقصه. نگاه کردن به این تصویر برام خیلی تکون دهنده است. شاهد کار نقاش در اوج کارش هستیم. برای خودش هدفی تقریباً غیر ممکن میگذاره. بعد در پایان موفق میشه. تصاویر فراموش نشدنی هوکوسای هم گرامی داشته پایداری طبیعتند و هم ناپایدار بودنش. چون کوه فوجی هر اتفاقی هم که در اطرافش بیفتد محکم ایستاده. انسان‌های تصاویر هوکوسای در مقایسه ریز و بی اهمیتند و تأثیر ناچیزی بر محیطشان دارند. اما در سالهای بعد از مرگ هوکوسای رابطه ژاپن با مناظرش به شکل چشمگیری تغییر کرد. در قرن 20 جامعه ژاپن به سرعت مدرن شد. شهرها توسعه پیدا کردند. بخش‌های بزرگی از طبیعت زیر ساخت و ساز رفتند
جاده‌ها و خطوط آهن به سرتاسر کشور کشیده شدند. همزمان ژاپن مکرراً بر اثر بلایای طبیعی دچار ویرانی شد. اینها مردم ژاپن را بیش از پیش مصمم کرد که بر محیط بتون ریزی کردند و روی هزاران رودخانه سد بستند. امروزه گاهی به نظر می رسد که ژاپنی‌ها نه در هماهنگی با طبیعت بلکه در ستیز با آن هستند. الکس کر نوشته‌های زیادی درباره رابطه پردردسر ژاپن امروزی با محیط زیستش دارد. تغییر دادن طبیعت منحصر به ژاپن نیست. همه جا اتفاق افتاده. با سرعت و جدیت زیادی در ژاپن اتفاق افتاده. بر مبنای یک دیدگاه صنعتی که میگه همه چیز باید از نظر صنعتی مفید باشه. پس بهتره این جنگل‌های انبوه رو برداریم و به جاشون درخت‌های زیبای سوگی بکاریم که در خطوط موازی رشد میکنن و سریع بزرگ میشن و به درد الوار صنعتی میخورن. این رودخونه‌های پرپیچ و خم رو باید صاف کنیم و دو طرفشون بتون بریزیم که خیلی متمدنانه‌تر و بین‌المللی‌تر و مدرن‌تره. روی 10,000 رودخانه سد بستن. در واقع گفته میشه که فقط 3 رود باقی مونده که روشون سد بسته نشده و حتی اونها هم دیواره‌هاشون بتونیه. این کاریه که همه کردن. آمریکا رو نگاه کنید. ما هزاران سد وحشتناک ساختیم. ولی در بیشتر کشورهای صنعتی حدود 20 یا 30 سال پیش به نقطه‌ای رسید که شروع کردیم به نگاه کردن به پشت سر و بررسی چیزهایی که لازم بود. ما در آمریکا صدها سد از جمله چند سد خیلی بزرگ رو برداشتیم. متاسفانه ژاپن در همون حالت خودکار قبلی مونده و ایده این که باید روی رودخونه‌ها سد زد در نظام دیوان سالاریش تثبیت شده و تا ابد ادامه داره. پس طبیعیه که بپرسیم چرا ژاپن دست از اینه که ژاپنی‌ها پیگیرن و پیگیری نقطه قوت فرهنگشونه. برای همینه که مراسم چای دارن. همینطور بهترین کارخونه‌های خودروسازی و دوربینسازی. ظرافت هنر ژاپنی و تصیبکاری باور نکردنی باغ‌هاشون. ولی این سکه 2 رو داره. روی دیگه‌ش اینه که وقتی ژاپن شروع به بتون ریزی کنه ولکن نیست و تا وقتی آخرین لبه زمخت چیزی رو صاف نکرده باشه دست بردار نیست. ولی حتی امروز هم روح بزرگ شینتو هنوز زنده است. دارم به جایی می روم که مدت هاست می خواهم ببینم. ناوشیما جزیره کوچکی در دریای داخلی ستو در جنوب غربی ژاپن است. ساکنان اولیه‌اش فقط ماهیگیرها بودند، اما حالا ساکنان خیلی متفاوتی دارد. حدود 25 سال پیش، اوایل دهه 1990، یه ناشر کتاب‌های آموزش در ژاپن به اسم شرکت بنسه با همکاری حامیان شروع کرد به ایجاد تحول در این جزیره تا اون رو به مرکز هنر مدرن تبدیل کنه. ناوشیما حالا 10 موزه، پروژه‌های اینستالیشن و هنری دارد و نیز آثار هنری مدرن از سراسر دنیا. اینجا یک حس و حال کاملا جیمز باندی دارد. برای دیدن اثری آمدم که در آن رویکرد باستانی شینتو به طبیعت را یک عکاس بزرگ ژاپنی به نام هیروشی سوگیموتو به شکل باشکوهی احیا کرده. سوگیموتو از قدیم مفتون طبیعت بوده. شاید بیشترین شهرتش به خاطر مجموعه عکس‌هایی باشد که از دهه 1980 شروع کرد. تصاویر سیاه و سفید که همه از نظر فرم یکسانند، از دریا، آسمان و افق و از سراسر دنیا. ولی با وجود جهانی بودن، همه آنها به ژاپن مدیونند. مرا به یاد اسطوره آغاز جهان از اقیانوس می‌اندازد. ضربه‌های مبهم قلموی مرکبی نقاش‌های زن و تلاش هوکوسای برای ثبت یک فرم واحد به هر شکل ممکن.
چیزی که میخوام نشون بدم آگاهی بشر در مراحل خیلی اولیه است. دنبال نوعی تصویر میگشتم که بتونم با انسان اولیه و مردم آن در اون سهیم باشیم. و شاید منظره دریا به این دلیل به ذهنم اومد که ما زمین رو عوض کردیم، جوری که دیگه زمین رو طوری نمیبینیم که مردم عصر حجر میدیدن. ولی شاید منظره دریا تصویری باشه که بین ما و اونا مشترک باشه. ولی در ناوشیما سوگیموتو پروژه خیلی متفاوتی رو در پیش گرفت. اینجا معبد گوست. با الهام از شینتوئیسم و گذشته باستانی ژاپن هم اثر هنری است و هم یک حریم امن. از قرن 15 اینجا معبد بود، اما در دوران اخیر متروک شده. در سال 2002 سوگیموتو مأمور شد تا اثری هنری در این مکان بسازد و تصمیم گرفت نوع جدیدی از سازه بنا کند. وقتی این پروژه معماری به من داده شد، خودم هم تعجب کردم. زندگیمو عوض کرد. اصلاً انتظارشو نداشتم. افتخار زندگیمی که حالا معمار شدم. طرح آن مبتنی بر ساختمان‌های ایسه در جنوب ژاپن است، مقدس‌ترین مکان شینتوئیسم. شینتوئیسم ساختار مشخصی نداره. تشریحش سخته. بعد از اینکه در قرن ششم بودیسم وارد ژاپن شد، آدم‌ها فقط از اون زمان بود که میتونستن با زبان درباره کامی فکر کنن و بنویسن. ولی به نظر من این مرحله خیلی ابتدایی از ذهن بشر بوده. اما هنوز ارزشمنده که فکر کنیم در گذشته انسان‌ها چطور هزاران سال با طبیعت زندگی می‌کردن. در مسیر بیرون از بنای کوچک، مجموعه‌ای از پله‌های شیشه‌ای مستقیم داخل زمین می‌روند و وارد حجره‌ای پنهان در آن پایین می‌شوند. اینجا سوگیموتو فضای خلق کرده که به نظر او یادآور ژاپن پیش از تاریخ است. این پایین در اعماق سنگ‌های آتشفشانی ژاپن فضای خاصی وجود داره و هرچند یه اثر هنری مدرنه که یه هنرمند مدرن هم خلقش کرده، یه حالت باستانی آگاهانه‌ای داره، چون این اثر از فکر باستانی شینتو الهام گرفته که دنیای پیرامون ما، حتی زمینی که روش ایستاده ایم، زنده است و ارواح مقدس بهش نیرو میدن. کلی از طبیعت رو از بین بردیم و به نظرم حالا یک نقطه عطفه. یعنی که ما شینتوئیسم و به نوعی مفهوم روحگرایی رو دوباره مطالعه می‌کنیم و با طبیعت زندگی می‌کنیم. به نظرم پیام شینتوئیسم ژاپنی همینه. برگشتم به جایی که شروع کرده بودم. در جنگل‌های انبوه ژاپن، سوسو زدن ارواح در تمام اطرافم. در طول سفرم با فرهنگی آشنا شدم که دل مشغولیش با طبیعت انگار تقریباً در تار و پودش بافته شده. فرهنگی که منظره را مقدس می‌داند و قرنها آن را نقاشی کرده و از نو شکل داده. و با اینکه ژاپن مدرن ظاهراً به طبیعت همیشه ارج نگذاشته، طبیعت است که به ارزش‌هایش شکل داده. اصول زیبایی شناختی اینجا خیلی از غرب متفاوت است. خیلی وقتا میگن که در اون مایه فرهنگ ژاپنی هماهنگی با طبیعته، ولی این چیزی نیست که من دیدم.
این منظره ممکنه زیبا باشه ولی در عین حال ناپایدار و خطرناکه و به نظر من این تناقض در قلب تعامل ژاپنی‌ها با طبیعته. از یه طرف طبیعت رو گرامی میداره، بهش احترام میذاره، حالت اسطوره‌ای بهش میده، ولی از طرف دیگه میلی دیرپا به رام کردنش داره.